پیامبر فراموشکار در جستجوی حقیقتی گم شده. همه چی از اونجا شروع شد که یه تاجر شکست خورده از همادیستان رسید به پای شهری جادویی به اسم گذارگاه خیردور، جایی مقدس برای اونایی که گم شدن، گیجن، تنها هستن یا از یه چیزی در دلشون میترسن. خیردور یه جایی که درش به روی همه بازه، ولی خیلیا جرأت نمیکنن واردش بشن. این سفر دل و جرأت میخواد، فداکاری، استقامت. و اونایی که پا توش میذارن دیگه مثل قبل نمیمونن، برمیگردن، ولی نه همون آدمی که بودن. پیامبر فراموشکار چیز زیادی برای از دست دادن نداشت، جز به وفادارش کایت. از کایت پیاده شد. شنهایی که از لباسهاش میریخت قصه سفری طولانی و سخت رو میگفتن. خسته بود ولی مشتاق. شروع کرد به بالا رفتن، هی پشت سرش رو نگاه میکرد. انگار منتظر کمینی بود. یه حمله، یه چیزی. صدای ترق ترق مشعل‌ها می‌لرزوندش. شعله‌ها سایه‌هایی دراز و دوراندار می‌ساختن، سایه‌هایی که انگار آروم آروم داشتن به سمتش می‌خزیدن. آتش یه جور عجیبی نگرانش می‌کرد. انگار توی خودش رازی داشت، رازی که هنوز آمادگی روبرو شدن باهاش رو نداشت. شهر از دامنه کوه بالا می‌رفت، مثل پله‌هایی که به آسمون ختم میشن، پله‌های پیچ در پیچ که به قلعه‌ای ناپیدا می‌رسیدن. گذرگاه خیردور رو به اسم دروازه حقیقت می شناختن. جایی که می گفتن جواب سوالهای سخت و عمیق زندگی اونجا پنهونه. بعضیا برای پیدا کردن خانوادهشون می اومدن. بعضیا دنبال بخشش یا رستگاری بودن. و یه عده مثل پیامبر، دنبال ثروت و قدرت. شهر زنده و پرجوش بود. کوچه های باریک پر از خنده، موسیقی و صدای چرخش معامله ها. روستایی ها موقع غذا خاطره تعریف میکردن، عاشقها زیر نور ستاره ها میرقصیدن و تاجرها جنس هاشون رو فریاد میزدن. اما پیامبر مثل شب از بینشون عبور میکرد، دلش بیقرار بود. هر پله کوه حال و هوای خودش رو داشت و توی هر توقف مردم جشن میگرفتن. انگار دقیقاً همون چیزی رو پیدا کرده بودن که همیشه دنبالش بودن. پیامبر توی یه خانواده تاجر به دنیا اومده بود و غیر از داد و ست چیز دیگه ای نمی شناخت. ولی راستش تاجر خوبی هم نبود. شنیده بود که اگه کسی این کوه بلند رو تا آخرش بالا بره، با ثروتی باور نکردنی برمیگرده. قصرهایی توی آسمون، لشکری از اسبها و ناوگانی از کشتیها. تو رویاهاش خودش رو به عنوان یه تاجر بزرگ میدید. کسی که دیگه نه نگران حمل و نقل باشه، نه خجالت زده از بارهایی که فروش نرفتن. شروع کرد به بالا رفتن. قدمهاش حساب شده بود، ولی اون شوق توی گامهاش بی‌صبریش رو لم میداد. امید داشت این سفر چند هفته، شاید چند ماه طول بکشه. ولی خیردور جایی نبود که با زمان و پیشبینی پیش بره. میگفتن وقتی یه مسافر به پله‌ای برسه که براش مقدر شده، روحش خودش صداش میزنه. یه حس عمیق و غیر قابل انکار که اینجاست، خونت اینجاست. اینجاست که جواباتو پیدا میکنی. اون صدا واضح بود. یه کشش درونی اونقدر قوی که هیچ شکی باقی نمیذاشت. تا وقتی اون صدا نیاد، مسافر باید ادامه بده. باید در برابر وسوسه موندن مقاومت کنه. مبادا زودتر از موعد به کم قانع شه. اما برای پیامبر هیچ صدایی نیومد. پله پشت پله بالا رفت و هر بار میدید که بقیه سرنوشتشون رو پیدا میکنن. بعضیا با خانوادهشون دوباره یکی میشدن. لبخند به لب، با چشمایی که از شوق برق میزد، با همراهاشون خداحافظی میکردن. بعضی دیگه وای میستادن و میگفتن پیداش کردیم. اون حس تعلق، اون جواب. پیامبر نگاه میکرد با دلی سنگین از حسرت و ناامیدی. هفته ها شدن ماه و هنوز روحش ساکت بود. ادامه داد به بالا رفتن. ریشش بلندتر و بلندتر شد. رودای تمیز و سفیدش حالا پاره پوره بود و خاکی. جشنها و گرمای اون پله هایی که پشت سر گذاشته بود براش دور شدن. مثل سراب هایی که فقط یه لحظه پیداشون میکنی و بعد محو میشن. سفرش ادامه پیدا کرد. و تا به خودش اومد. ماها شده بود انسال. همینطور که بالا میرفت، فکر پیامبر رفت سمت اون رؤیاهایی که باعث شده بودن بیاد به خیردور. اول این سفر رو به عنوان مردی شروع کرده بود که غرورش هدایتش میکرد. با دلی پر از آرزوی شکوه
میخواست تاجری بشه انقدر بزرگ که دنیا جلوی اسمش زانو بزنه. تو خیالش ناوگانهایی پر از کالاهای عجیب داشت. چیزهایی که فقط خودش میتونست بیاره. میخواست گنجهای بی نظیر وارد کنه و ثروت سرزمین خودش رو بفرسته به شهرهای دور. میخواست ثروتمندترین مرد دنیا بشه. یه اسمی که توی همه گوشه های جهان بپیچه، مترادف با پول و قدرت. با اینکه از هر نظر شکست خورده بود، آدما هنوز بهش میگفتن تاجر. یه اسمی که ولکنش نبود. زاده یه زندگی که با تمام وجود تلاش کرده بود توش موفق بشه. از بازاری به بازار دیگه میرفت، ولی جنساش فروش نمیرفتن و انگار بخت باهاش لج کرده بود. هر کاری میکرد، انگار طلسم شده بود. تو رؤیاهاش زندگی رو تصور میکرد که مردم دنبالش بیان، نیازهاشون رو بیارن دم در خونه‌اش، در حالی که خودش مثل یه پادشاه نشسته بود بر تخت امپراتوری ساخته شده از تجارت و ثروت. دیگه قرار نبود شرم شکست رو تحمل کنه. برعکس، دنیا باید دور اون میچرخید. دور رویاهاش، موفقیتش، قدرتش. ولی یه اسم دیگه هم بود که دنبالش میومد و حتی بیشتر گیجش میکرد. پیامبر. چرا بهش میگفتن پیامبر؟ نه رؤیایی داشت، نه الهامی، نه جوابی برای دردهای دنیا. ولی گاهی لحظه‌های کوتاه و عجیب کلماتی از دهنش بیرون میریختن که خودش هم معنیشونو نمیفهمید. انگار از جای دیگه میومدن و قلب آدما رو لمس میکردن بی اینکه خودش بدونه چرا. تاجرها ازش بابت حرفهایی تشکر میکردن که اصلاً یادش نمیومد گفته باشه. مادرهایی بودن که دستش رو میگرفتن، با اشکهایی که از گونه‌هاشون میریخت، انگار امیدی بهشون داده بود، بی اینکه خودش بفهمه چطور. اون لقب مثل لباسی بود که واسه تن یکی دیگه دوخته شده، ناجور، نچسب، غریبه، نه خودش رو دانا میدونست، نه مقدس. ولی مردم توی اون چیزی میدیدن که خودش نمیتونست ببینه. نه واقعا پیامبر بود، نه تاجر. ولی عجیب این بود که همه انگار هر دوشو توش میدیدن. حالا نشسته بود لبه یه مسیر کوهستانی، به دستهای فرسوده‌اش نگاه میکرد و فکر میکرد چقدر راه اومده. این صعود همه توهماتی که با خودش آورده بود رو یکی یکی ازش کانده بود. رؤیاهاش از ثروت و شکوه حالا دور بودن. انگار بچگونه بودن، یه خیال ساده از روزگاری که دیگه گذشته. تا اینکه بالاخره اون تاجر بی نصیب رسید به یه پله‌ای که دیگه نتونست ادامه بده. پاهاش می‌لرزیدن زیر بار این صعود سنگین. پله‌های سنگی تمومی نداشتن، تو مه بالای سرش گم می‌شدن. خستگی توی تنش می‌دوید و اثر اون کشش عجیب و جادویی کوه که انگار آدمو زودتر پیر می‌کرد واضح بود. ریشش حالا خط خطی سفید گرفته بود و صورتش پر از چروک‌هایی شده بود که موقع شروع سفر هنوز وجود نداشتن. دیگه نمیتونم ادامه بدم، زیر لب گفت و روی تخت سنگی کنار مسیر فرو نشست. سنگین، خسته، شکسته. کایت رو رها کرد تا همون نزدیکی بچره. آرامش اسب یه تضاد کامل بود با آشوبی که توی دل خودش میچرخید. سرش رو بالا گرفت به آسمون. انگار میخواست با اون نیروی نادیدنی که تا این بالا کشوندتش معامله کنه. با صدای گرفته و لرزان زمزمه کرد: ای پروردگار، دیگه کافیه. من خیلی بالا اومدم، خیلی چیزها رو فدا کردم. مگه این ارتفاع کمیه؟ اینجا منظرش شگفت انگیزه، هوا پاکه. بذار همینجا بمونم، دیگه نیازی نیست بالاتر برم. با یه حس بی پناهی و بی هدفی چشمش افتاد به یه چرخ دستی رها شده. چند تا خرط و پرت و ادویه توش چید. شاید باهاشون چیزی راه بندازه. ولی این تجارت براش هیچ شادیه‌ای نداشت. فقط معامله‌های بی‌روح و شب‌های پر از بیقراری. اوایل نقشه‌اش خوب به نظر می رسید. اینجا هم مغازه باشه، هم خونه. شاید یه تیکه زمین پیدا کنه همون اطراف، چادری بزنه و اسمش رو بذاره کمپم. صعود شلوغ بود، پر از مشتری‌های احتمالی. منظره دره پایین مثل یه رؤیای واقعی بود. ولی فقط 3 روز طول کشید تا اون زندگیایی که فکر میکرد میخواد شروع کنه خفه‌اش کنه.
با چشمهای خیره به بلندیهای ناپیدای کوه دوباره اون کشش رو حس کرد. سمج. رد نشدنی. یه زمزمه توی سینه‌اش پیچید. آروم ولی قاطع. جای تو اینجا نیست. مقابلش کوه قد کشیده بود. لخت، بیرحم و پیچیده در کولاکی که با تمام وجود زوزه میکشید. انگار داره اعلام جنگ میکنه. طوفان مثل یه شکارچی به استقبالش اومد. بادهای یخ زدهش هر نشونی رو پاک میکردن و مسیر پیش رو میبلعیدن. اما با اینکه لب این ویرانی ایستاده بود، لبخند زد. واستاد و گذاشت این تضاد توی وجودش جا بیفته. پشت سرش گرما و امنیت، جلوش هرج و مرج و ناشناخته. با یه خداحافظی آروم به شهر و همه آسایش‌هاش، افسار کایت رو محکم‌تر گرفت و قدم گذاشت تو دل طوفان. طوفانی که جلوش بود، عین همون طوفانی بود که توی دلش میچرخید. و وقتی باد یخ زده فریاد میکشید، با صدای لرزان زمزمه کرد: باید بفهمم من کیام. این صعود تا ته توانش رو کشید. زمان دیگه برام معنی نداشت. روزها شدن هفته، هفته ها شدن ماه. بدنی که از همون اول زیر فشار عجیب کوه پیر شده بود، حالا دیگه داشت از پا می افتاد. قدمهاش کند شدن. حرکتهاش بی روح، انگار فقط زور اراده بود که هنوز هولش میداد جلو. اما حتی اراده هم یه جایی ته میکشه. یه روز وقتی طوفان به اوج خودش رسید، پیامبر لغزید. روی زانوهاش افتاد. برف مثل آغوشی سرد و بیرحم بغلش کرد و بلعیدش. همونجا موند، بی حرکت. سرش خم شده بود در برابر باد بیامان. با صدایی که بیشتر ناله بود تا کلمه زمزمه کرد: دیگه نمیتونم. کلمات از بین لبهاش بیرون کشیده شدن. تنش میلرزید از خستگی مطلق. کوه همه چیو ازش گرفته بود. قدرتش، غرورش، ارادهش. احساس میکرد شکسته، خالی از هر چی جز سرما. برای اولین بار به این فکر افتاد که برگرده. اما درست همون موقع یه زمزمه به گوشش رسید. نه از کوه، بلکه از عمق وجودش. کمرنگ بود، انقدر آروم که با زوزه باد قاطی میشد. از گرمای خودت استفاده کن. چشماش رو بست و خودش رو کامل سپرد به اون صدا. یه نفس عمیق کشید. بعد یکی دیگه. هر دم یه ذره آرامش توی وجودش پخش میکرد. همینطور که روی نفساش تمرکز میکرد، تصویرسازی ذهنش جون گرفت. دیدش یه پناهگاه کوچیک، یه خونه گلی ساده با دیوارهایی که جلو سرما رو میگرفتن. یه آتیش آروم و گرم توی شومینه میسوخت. یه پتوی نرم دورش پیچیده بود و توی دستاش یه کاسه سوپ داغ بخار میکرد. کایت همون نزدیکی دراز کشیده بود، آروم، بی صدا، در آرامشی مطلق. هرچی نفس میکشید اون تصویر واقعی تر میشد، گرمتر، تا جایی که گرمای آتیش رو واقعا روی پوستش حس کرد. و وقتی چشماش رو باز کرد، واقعی شده بود. بیرون طوفان هنوز میغرید، ولی توی اون خونه گلی کوچیکی که با ذهنش ساخته بود، پیامبر به آرامش رسید. آتیش نرم و آروم صدا میکرد. پتو تنش رو گرم نگه میداشت و سوپ بدن خستش رو تغذیه میکرد. کایت یه نفس کشید و خرناس خفیفی کشید. انگار اونم توی این پیروزی ساکت شریک بود. پیامبر کنار آتیش نشست، خیره به شاله هایی که میرقصیدن. برای اولین بار بعد از نمیدونست چند سال اجازه داد به خودش که استراحت کنه. اون طرف پنجره کولاک میغرید، ولی دیگه نمیترسوندش. در همون لحظه یه چیز عمیق رو فهمید. کوه فقط امتحانش نمیکرد، داشت بهش درس میداد. این پناهگاه رو نه با پول ساخته بود، نه با قدرت، نه با تجارت، بلکه با یه چیزی از درون خودش، یه گرمای جادویی که تا اون لحظه حتی نمیدونست وجود داره. تکیه داد به دیوار اون پناهگاه کوچیک و لبخند زد. نمیدونست قراره چقدر اینجا بمونه یا جلوتر چه چیزی انتظارش رو میکشه، ولی یه چیز رو با اطمینان میدونست. سفرش تموم نشده بود. صبح روز بعد، وقتی طوفان آروم آروم داشت فروکش میکرد، آماده شد تا دوباره راه بیفته و ادامه بده بالا رفتن رو. کایت رو از پناهگاه بیرون برد و پا گذاشت توی هوای خنک صبح زود. خیلی دور نشده بود که چشمش افتاد به چیزی
یه درخشش پرید رنگ که روی مسیر پخش شده بود. انگار تکه های نور ستاره ها ریخته بودن رو برف. همینطور که نزدیکتر میشد قلبش تندتر میزد. یه حس انتظار، یه هیجان خاموش. سنگ‌های قیمتی بودن. یاقوت کبود، یاقوت قرمز، زمارد، الماس. پخش و پلار و برف‌های سفید، اونقدر درخشان که انگار واقعی نبودن. یکی از یاقوت‌ها رو برداشت، نورش چشمگیر بود. آینه ای از همون ثروتی که یه روز آرزوش رو داشت. ولی همین که فکر ثروت به ذهنش رسید، یه حس پوچی دنبالش اومد. انگار دیگه به درد اون آدمی که حالا شده بود نمیخورد. تنها چیزی که الان میخواست، هویت واقعی خودش بود. هیچ چیز دیگه ای براش مهمتر نبود. یاقوت رو گذاشت توی برف، آروم خندید و زیر لب گفت چه حماقتی، سبکتر، آزادتر. گنج رو همونجا رها کرد و به راهش ادامه داد. صعود حالا فرق داشت. انگار خود کوه تغییر کرده بود. ساعتها شده بودن لحظه اون بالا رفتن سخت و ترسناک حالا براش آسون و دعوت کننده شده بود. تا اینکه دیدش یه فلات کوچیک و دنج پنهون تو دل کوه. چمنهای سبزش مثل تکه‌ای بهشت در میون گله‌های پر از برف برق می‌زدن. آروم زمزمه کرد اینجا انگار خونمه. با ذوق برگشت سمت کایت که داشت با خیال راحت اون نزدیکی می‌چرید. گفت رسیدیم رفیق قدیمی، ما بالاخره رسیدیم. من حسش میکنم. راروم افسار کایت رو کشید. انگار که داشت این فلات رو برای خودش اعلام مالکیت میکرد. هوا سکتر شده بود. با اون سکوتی که همه جا رو گرفته بود، حس تقدس داشت. پیامبر تا انتهای فلات قدم زد، آروم و با تمرکز. قلبش پر شده بود از این آگاهی که تمام اون مسیر سخت و طولانی اونو به اینجا رسونده. زانو زد و دستهاشو روی چمنهای نرم کشید. انگار داشت خودش رو توی این پناهگاه تازه زمین گیر میکرد. یه نفس عمیق کشید و به لبه فلات نگاه کرد. منظره نفسگیر بود. آسمون به رنگهای طلایی و بنفش نقاشی شده بود و ابرها مثل پرده هایی که کنار میرن داشتن عظمت دنیای زیر پاش رو نشون میدادن. یه آرامش عمیق توی وجودش نشست، جوری که تا حالا تجربهش نکرده بود. اما درست همون لحظه که حس میکرد رسیده، یه فکر آروم از دلش بیرون اومد. اگه اینجا خونمه، پس بعدش چی؟ چشمش افتاد به یه درخشش و جلوش روی چهارپای سنگی یه دکانتر قرار داشت. تا چشمش به دکانتر افتاد، تنش منقبض شد. همون حس ناآرومی برگشت که بار اول موقع دیدن مشالها سراغش اومده بود. اون مایع توی دکانتر انگار قول میداد حقیقت رو نشونش بده. هویت واقعیش رو. ولی یه ترس توی وجودش خزید. اگه از چیزی که میفهمه خوشش نیاد چی؟ یه حس خطر عجیب توی فضا معلق بود. انگار خود حقیقت میتونه اونو از درون به هم بریزه. انگار برای پاسخ به تردیدش یه پل باریک و دراز جلوش شروع کرد به باز شدن. لبش توی مه گم میشد. در دل ناشناخته ای پنهون. خوشحال از اینکه میتونه روبرو شدن با دکانتر رو عقب بندازه، قدم گذاشت روی پل. کانجکاوی راهنمای گامهاش بود. انگار صدا میزدش که بیا ببین، اینجا کجا میره؟ در انتهای پل رسید به یه جزیره معلق در هوا که فقط با یه درخت عظیم الجثه به زمین وصل بود. ریشه‌های درخت عمیق توی خاک جزیره تنیده بودن و شاخه‌هاش به سمت آسمون قد کشیده بودن. پای درخت یه اهرم تنها ایستاده بود. بدون معطلی پیامبر اهرم رو کشید. جزیره شروع کرد به پایین رفتن و خیر دور توی تمام شکوهش مقابل چشماش ظاهر شد. از اون بالا میتونست تمام صعودها رو ببینه. روستایی‌ها که تو شلوغی میدویدن، تاجرها که چونه میزدن و خانواده‌ها که زیر نور مشعل جشن گرفته بودن. شهر زنده بود، یه سمفونی از حرکت و صدا. بلند بلند خندید، مثل یه دیوانه با صدایی که توی شلوغی صحنه پیچید. فریاد زد هی هی شماها! دستاشو دیوانه‌وار توی هوا تکون میداد. چند تا سر برای لحظه‌ای برگشت، برای یه چشم به هم زدن. انگار همه چی مکث کرد. کانجکاویایی توی نگاهاشون جرقه زد.
ولی درست همونقدر سریع همه برگشتن سر کار خودشون. دوباره همون هممه، همون شلوغی. انگار هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. همونجا ایستاد، معلق بین زمین و هوا، با یه لبخند تلخ روی صورتش. زیر لب گفت چقدر راحت آدم دیده نمیشه. یه لحظه هم خنده‌دار بود، هم دیوانه کننده، و عجیبه که دقیقاً همونطور که باید اتفاق افتاده بود. پیامبر با عجله تازه پرید روی کاهت. یه شتاب عجیب توی بدنش بود، انگار یه چیزی روشن شده بود. شروع کرد به برگشتن. فقط کمی عقب‌تر، جایی که گنج‌ها رو جا گذاشته بود. سنگ‌های قیمتی هنوز اونجا بودن. پخش توی زمین سنگلاخی و درخشنده، انگار نه کوه نه سرما، هیچ کدوم نتونسته بودن برقشون رو کم کنن. از اسب پایین اومد، خم شد و یه گوهر بزرگ و براق رو برداشت. بردش بالا، نور کم اطراف توی زوایای سنگ می درخشید. با صدای پر از دیوونگی و شور خندید و گوهر رو گرفت جلوی صورت کایت. نظرت چیه، کایت؟ من نابغم یا نه؟ صداش زنده بود، پر از یه انرژیایی که سالها تو وجودش نبود. کایت فقط پلک زد، بی تفاوت، بی ذوق، ولی پیامبر براش مهم نبود. گوهر رو انداخت توی کیسه‌ای کوچیک با حرکاتی سریع مطمئن، انگار واقعاً همون چیزی رو پیدا کرده بود که همیشه دنبالش بود. ببین اینو، فریاد زد و یه جواهر دیگر رو گرفت جلوی صورت کایت. گنج پیدا کردیم، کایت، گنج واقعی و تازه. دستش رو به سمت درخت معلق دوردست دراز کرد. یه سیستم صادرات هم داریم. کامل. من دیگه هیچ کس جلومو نمیتونه بگیره. برای اولین بار بعد از سالها اون انرژی قدیمی برگشته بود توی رگهاش. همون نیرویی که یه زمانی تعریفی از خودش بود. خنده‌اش سبکتر بود، تیزتر. مثل یه رهایی ناگهانی از دل یه لحظه دیوانه‌وار. گفت چه پیامبر دیوانه‌ای باشم، چه پادشاه تجارت، اسم من میشنون. همه. لبخندش پهن بود، بیوقفه، و همزمان که کیسه جواهرات رو میذاشت روی کایت، ادامه داد. بیا بریم رفیق. یه فصل تازه در راهه. و با اون جمله دوباره سوار کایت شد. کیسه گنجها آویزون از زین و رو به سمت درخت معلق رفت تا سرنوشت خیالیش رو تصاحب کنه. روی جزیره معلق پیامبر بزرگترین جواهری رو در دست داشت که هیچ کس تا به حال ندیده بود. درخششش مثل نور ستاره چشم رو کور میکرد. فریاد زد میبینین اینو؟ صدایش از ناامیدی تیز شده بود. چند تا سر برگشتن، ولی همونقدر سریع دوباره برگشتن سرکار خودشون. خشم مثل آتیش توی وجودش زبون کشید. نادونا، این جواهر میتونه یه پادشاهی بخره. اما هیچ کس نایستاد. هیچ کس گوش نکرد. سکوت جزیره مثل تنابی به دور گردنش پیچید. قدم رو میرفت. جواهر رو توی مشت فشرده و اشکاش داغ و بیامان روی گونه‌هاش میچکیدن. زیر لب با صدای لرزان پر از خشم و اندوه گفت چرا؟ انگار اصلا نمیبیننم. از سر ناامیدی جواهر رو پرت کرد زمین. در خششش حالا مثل یه طعنه بی حرکت مسخرهش میکرد. با صدای گرفته زمزمه کرد بزرگترین کشف زندگیم و هیچ معنایی نداره. زانوهاش خم شدن و زیر وزن اندوه فرو ریخت. نگاهش افتاد به شیشه‌ای که بی صدا روی چهارپایه سنگی نشسته بود. حضورش سنگین‌تر از قبل به نظر می رسید. انگار داشت دقیقاً برای این لحظه صبر می کرد. با صدای لب پریده گفت هیچی نمیتونه بدتر از این باشه. در یک حرکت تند شیشه رو برداشت، درش رو باز کرد و عمیق نوشید. مایع مثل آتش گلویش رو سوزوند، ولی اون دست نکشید. ناامیدیش براش تبدیل شده بود به سوخت. تا آخرین قطره رو نوشید. وقتی شیشه خالی با صدای خشک افتاد روی زمین، پیامبر ایستاد، بی حرکت. جهان هم با او متوقف شد. حقیقتی که مدتها مدفون بود، حالا داشت بیدار می شد. همین که مایع درون شیشه تنش رو سوزوند، نفسش بند اومد. دستش رو روی سینش گذاشت، فشار داد، تقلا کرد. گرما مثل آتیش پخش شد توی تنش، رفت لای استخونا، خستگی سالها رو بلعید و سنگینی روحش رو دود کرد و فرستاد هوا. نوری طلایی پیچید دور تنش.
پناهگاه کوچیکش حالا غرق روشنایی بود. لرزید. رو زمین افتاد، زانوهاش شکست و پوست خسته و چروک خوردهش شروع کرد به دگرگونی. خط و خشهای پیری مهو شدن و جای خودشونو دادن به پوست نرم و بیعیب. دستهاش که یه عمر بار دنیا رو کشیده بودن، حالا لطیف و تازه بودن، مثل کسی که تازه متولد شده. بازتابی لرزون توی هوا ظاهر شد. نه دیگه اون پیامبر خسته و سال خورده، بلکه زنی درخشان با چشمهای براق و موهای بلند، قهوه‌ای تیره که با ذره‌های نور می‌درخشید. خاطرات ترکیدن غیر قابل مهار مثل موجی از درونش فوران کردن. با صدای لرزون نفس بریده گفت یادم اومد.